اولا این رقم نمیشه و بیچاره سگو به من اعتماد کرده که برو تحقیق کو. من تحقیق کردم این گیلت من هر جا رفتم این به گل بوده. این رقم نمیشه که دختر بیچارم به بلا وفته. این بیچارم وقتی که خیشی کنه، وقتی که خیشی کردی میگه خیشی بیجا مرگ مفاجا. این رقم نمیشه بگر خبر بدم به ایران بریم. سلام اسلم جان، خوب امتیار خوشحالیم؟ جان شما جوره؟ سلامت باشیم، زنده باشیم. بله من راست بپرسیم تحقیق کردم، من گیله کردم پیدا کردم خونه رم منطقه به نظر من اگه میخواییم. خب ای بم هر جا رفتیم به گیل بوده. از این کن قرضدار، از اون کن قرضدار. من با بونی از این که طور میبرم به شرکت برار کو به کار میبرم. دیدم عمیق زر قرضدار اپیش از این میجه اپیش از اون میجه که چی به شما بگم. منطقه عاقبت خوش دختر شما نداره اگه بیسی بدیم. من عمیق زر به شما گفتم اگر مشوره از من میگیریم. بله خب دیگه شما به من اعتماد کردیم، من واقعیت ها رو به شما بگفتم. خدا ببخشه، تشکر بابا. تشکری نمایه دیگه، به خاطر دوست و رفیق آدم هر کاری میکنه. تیار خوشحال باشیم، موفق باشیم. زنده باشیم. من دیگه گفتم 100% یک آدم کلابازی بشیم. جور باشیم، سلامت باشیم. وظیفی مونه که به دوست و رفیق آدم همکاری کنه. من واقعیت راست بگفتم. خدا حافظ شما، شب و روز شما بخیر. خدا حافظ. خب الهی شکر که به خیر خوشی تیر شدی، هم بفهمید که گپ به کجایه. به من اعتماد کرد، من واقعیت بگفتم. یک رفه پل ندارم. با خدا کاکا پیش می نمیری. دختر خدا سلام ها بگشتنده. کاکا ما میگه دمادم خد رفته. خدا زندگی در کاکا میبارم همین. چه خیلی میکنی من نمیتونم. پل نداشته باشم چی بدم اول اینا؟ آخه من مایم بخورم، من بکشم دیگه. مادر بیار از من بگشتم. من میت چیزی بدم. زن داشتم، بچه داشتم. اما پیش من برفتم. زن بچه من 1 ساله نیه. تو خونه مادر خونه. بده مردم خیرات میدم. و بچه هم خیرات میدم. من که معتادم، من که معتادم، همه هستی و جمونی عمرمو دادم. من که معتادم، رفیقای رفیقا، رفیقای رفیقا، زندگیم شده تبا،
زن و بچم از من گشته جدا، ناله شبان قوقای منه، گوشه خرابه ها جای منه، ناله شبان قوقای منه، گوشه خرابه ها جای منه. رفیقا آی رفیقا، رفیقا آی رفیقا، منو آینه عبرت بخونیم، گوش بدیم به حرف من، همت و غیرت بخونیم. رفیقا های رفیقا، منو آینه عبرت بخونیم، گوش بدیم به حرف من، همت و غیرت بخونیم. غم دنیا مال من، فقیر اقبال من. خدا تو سر بدر کنه. رفیق الله علیکم بشی را کش کردی. من یک وقت جوانه میدم، من یک وقت زندگی خوبی داشتم، زنم و چی من از من جدا شدن، مرزن و تاله 10 تا لغته بزده، من با سرانا نمیدم، بچه من میره گدایی میکنه، بچه من کش رنگ میده. ای خدا، هر کس یک مسلمان بزی راه قشته میکنه، خدایا بزی نشونده.
بچینم گل دست دسته آیم به خانه تو نازنینم لبان پر از خنده و دلم شکسته کوکنم گلک دوماش ها گسپانده بود گلک دومات ما گسپانده بود به کجا بردک نفهمیدی؟ با کف داده بود به کفتی بود خدا مر بی دومات کنه بده که بریم که به کجا بود بیاییم بریم خیلی باشی خدا مر بی دومات کنه من تو خیلی نامردی بدی گوسپند هرزان خریدی به 2000 به تو مرغی نمیدم به 2000 خریدی ناجوان بابا من میگه همیشه بیاره خب یک ده روز دلجم شدم خسور مای به من چی نده دری خسوردگال کبا بردن دیگه نه ما کبا بردم خسور دری 50 تا گوسپند داری نام خدا 200 تا مرغ داری خسور نه 10 روز مرم بشه دیگه بگو دومات مگه بفهمیدی دومات رو میکشه خدا مر بیدومات کنه به خیالم غیب شد بخواه او شد به زمین طرفی به کجا شد گسپند ببرد خدا مر بیدومات کنه الهیت دومات به کسی نمیده بیایین که بریم این غیب الله شد آن شو شد از کی که من براد از این میگردم شم شدی را کجا پیدا کنم برم و لگ دیگه من گسپند صاحب شم خدا تو خیر نده الهی ایت دومادا به زیر تلیریشه بیاین که بری شاگل بله سگو کینه بابا دست را خوبه آماد بله هستی آقا تو بله هستم یالله بگو که بیایم کار تو رو یالله بفرمایید یالله 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 سلام علیکم یالله 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 خیش میگم مامان رضا من چکار کنم از دست ازی بچه تو باور کن هر روزی که دومات من شده روز خوشم از دست ازی ندیدم اونی برارزادا من بدیدم که گیلک گسپنده به کفتی بوده این میبرده یعنی میگه من چیکار کنم بگیریم رو بکشم چیکار کنم مگر یک فکری بکنین دیگه هر روزی که دومات من شده ابرو ایصد به این منطقه نمونده اگه دیگه گم میشه کاسه گم میشه میگم دومات فلانی دزدی کرده میگم وقت نماز شومه نماز قضا میشه وقتی گپانیه نماز رو خوندیم به خیر خوشی میان خودشون تصمیم میگیریم که چیکار باید بکنیم باید برای تگ بدیم چند دفعه تر خود تصمیم نگیرید تک شده نمیشه مگر بشینیم خود بشونیم اگه خود تصمیم گرفت میشه ترک به غیر از اون ترک به دروغه همون کار میکنه خواهش تمنا میکنیم این کار با زورم نمیشه یعنی بگی چیکار کنم بگیریم رو بکشم که نمیشه حالا بلای بده که بفسادیم اما اگه تو بگم اگه بچه تو ترک نکنه من دختر خور به خونه تو دیگه رئی نمیکنم باور کنیم خوب مگر پاک سالم بیایه که من دختر خور بدم که او ببره یک کار میکنه بخاطر من که نماز قضا نشه میگم اما به شما گم چند دفعه کور میبری ترک میده این دفعه ترک مگر همیت رسمی باشه اساسی باشه حالا کم دم شوم آذان شومر داده خودتو میریم نماز میخونیم بعد از اون خودم برقم میشه پیدا کن تصمیم میگیریم بعد از اون بدتر خونه میبریم بخیر بیا که بریم خیش خدا دست از این دوما بره